بینر نجا تم و تم اگر که داخیانیک امریکا در حق هزن سوریا دموکراتیک در دکوه بحثا داعش دکه دبیجه که او هفکار میین در سوز در شر لدجی داعش دنه و همجی دبیجن که وان ترور تیک بریه اف داخیانیان سالانه ین دولتین یک بوین امریکا لیوی جاره داخیانیک دن درکتیه داخیانیک ده روشکه که تواهی سوریه تیره در باس به و قناغه که پرگرینگه بردفکه وزارتا کار در و یا امریکای تامی بروس راگ هاند که امریکا پشگیری دده هولدان هزن سوریا دموکراتیک قصده ین پیک آنین و مایندکرنا آشتیه لباکور و رجلاتی سوریه بردفکه وزارت در و یا امریکای ده داخیانیه که روزانه یا چاپمنیه ده پیشکتنین لسوریه نرخاند و دا زانین با آرمانجا پیک آنین اولکاری و آرامیه او به همو آلیان را دانستاندن خود دومینن و گود با آرمانجا انتگره کرنا قصده یا لارتشا سوریه او پشگریه دن دیالوگا حکومتا سوریه و قصده هر وکی راگ هاند که او پشگریه دن هولدان قصده ین لباکور و رجلات سوریه بتایبت این آگربستا هایی و با گوهراندن آشتیه که ماینده لگور و ارکا پیک آنین آشتی و آرامی لسوریه جی دکبه سر حکومتانو تامی بروس درباره روشا سویده ایده جی دیار کرد که ریا هری باش یا راوستاندن تندیه و پیک آنین آشتیه و چارسریه که ماینده دیپلوماسیه و گوت امریکا کیف خوشه که جبو سویده نابینکاریا چارسریه مایندت که هر وها لگل فرانسای جبو جنوب انتگراسیون باکور و رجلاتی سوریه یک بویی کیف خوشن او بانگ لآلیان دکن که آرامیه بپارزن و لشونا خوین رجاندنه ناکوکین خواه به دانستاندنه چاره سر بکن. The President has noted, of course, that Special Envoy Witkoff will be traveling to Russia this week, so we can confirm that from this podium. What that will entail, I have no